خارجی، اما شرطهای جوی پاک، لباسی پاک، مقصد که پاک بودن بدن، طهارتناک بودن، قبله، نیت، یا همش شرطهای نماز هم که به اینو میگن نماز درست نمیشود. اما بعضی حالتها را حالت اضطراری میگن، حالت ضرورت. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. هر کسی در حالت اضطراری میغلطه، اگر به شرطی که از حد نگذره، از حد تجاوز نکنه، گناهگار نمیشود. مثلا جای بردن حبسش کردن، اجازتش نمیتن طهارت کنه، اجازتش نمیتن که مثلا اینجا ببرویه. وقتی نماز که اومد، این نماز فرضی وقتی ای بود. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تیمم میکنه، با ایما و اشاره نماز میخونه. اگر جای ناپاکه، پاپوشیوش هم میبروره، زمین اگر اینمی زمین ناپاکه و موضع قدم باید پاکیزه باشه. در بالای انمو میشتوه، در بالای پاپوشیش ای پاش همی تمه کشو، در بالای پاپوشیش میسته، همو پاپوشیاش توفلیاش برای ایرا حکمی جای نماز دارن میده. همونجا با ایما و اشاره نمازش میخونه. فرض باید که مقصد که قضا کرده نشود. اما وقتی که خلاص خورد، اینا فرض کردن یک هفته هم تری نماز خورد، بالفرض میگیره. بعدا وقتی که خلاص خورد، آزاد شد، یعنی که با آب دسترسی پیدا کرد، حتما طهارت کرده و همون نمازهایی را خوانده است که همش اکثر قضایی میخونه. فهمیدستی؟ برای چی؟ برای که این محدودیت از جانب انسان شده، یعنی که مانع همین انسان از آب آدم شده، این از حبسش کرده. اگر همینجا مانع یکون امری طبیعی میشید، یکون کسلی میشید، یکون کار دیگه میشید، اکثر ایودا نمیکرد. نه که وقتی یک آدم، یک مخلوق مانع شده، بعدا وقتی که امکانیت پیدا کرد، همین نمازها رو اکثر اینا قضا میخوند. برای چی در وقتش ترک نکرده خون؟ برای اون که ثواب عیدست نکرد. نماز قضایی ثواب نداره بخوید. و قضایی همون فرض عزیمت ساقط میشه، اونه که ثواب نداره. این نماز ثواب داره، نماز کفارت گناه های، نماز فرد روز قیامت برای ترا حجت دلیل های، نماز برای ترا نور های در همون تاریکی و ظلمت قیامت. ای همیو نمازی که قضا میشه دیگه محروم های فونکسیون را نداره. برای اون که نماز قضا نشوه، همین کار هم میکنه، اما بعدا اعاده میکنه. یا ما فهمیدی؟ یعنی که نماز باید ترک نشوه. مرد اصلا عذر نداره، زنو عذر داره. زنو در حالت حیض، در حالت نفاس نماز نمیخونه، اما مردک عذر نداره. اگر به شرط همین کلش بجنبه، بدنش نه، همین کلش اجمونده بتونه، نماز عزیمش ساقط نمیشه. در همین بستری مرگ هم خوب باشه، عقلش در جوش باشه، یعنی که مسئله همون کامده نباشه، عقلش در جوش باشه. همین کلش اگر بجنبه، باید با ایما و اشاره نمازش بخونه. کدام طرف روش باشه فرق نداره، نماز باید ادا کنه. و حضرت شیخ سعدی میگه زنان رو با عذر معین که هست، زی طاعت بدارن گهگاه دست. تو به عذر یک سنشینی چه زن، روی کم زی زن لافی مردی مزن. زنک های عذرک دارن، در همون وقتی عذر شو ای طاعت عبادت یعنی از نماز دور میستن، تو به عذر ناشکری تواری مردک شود. به عذر میگه رنگی زنک گوری هست میشینی، دعوی مردکی نکن، تو مرتبه و منزلت ایزن کمتر ای. زنانی که طاعت بر رغبت برند، زی مردان ناپارسا برترند. در درگاه پروردگار نمو زنکایی که طاعت عبادت خدا را میکنن، مرتبه و منزلت شو ای مردکای ناپرهیزگار خیلی بالاتر ای. جواب تا گرفتی؟ نماز باشه. مثال غیر پاپوشیاش روش نگوید سخن تا نبیند خموش. ولی وقتی گپ زدشتی هم باید ابا این گپ ندوی، صبر که گپ شو بگه، ابا گپ تا بگو آخی گریزه نیسته گلی اوشنا اووردی. اگر به شرطی که همراهش یکون رومولچه های، یکون ریدو های داشته باشه، مثل پتینکاش عدتای پوش میمونه و اون رومولچه را در جای سجدش میمونه اگر امکان باشه. اگر زانو دست ها در جای نجیس بیاین، نماز درست میشود، به شرطی که پاها و پیشانی در جای پاک باشه. سجده در جای پاک شود، جای نمازیده شود. پاها اگر در جای نمازی باشه، نماز درست میشود.
اساس همین آن مثلا زانو قطعی دست نبود بله آدمی وقتی بعضی وقت بازی نماز خوندن این سری و پری و فراوانی بعدها شدگی ای در عصر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جای خولیم بود در این مسجد نبوی مردم در بالای زمین نماز میخوندن بالای زمین دار با همون پاپوشیاشو می اومدن میخوندن ولی در شریعت اگر پاپوشی تازه باشه از پایش نماز خوندن با پاپوشی نماز خوندن بهتره افضل ای همین شیخ را دیده محصیاشون در تابستان و زمستان میکشن همین علت شمی های همون در کتب فقهی هم اومدگی های که با خف یا که با همون جورب منعل مجلد نماز خوندن اولاتر است از پای لشده حتی یک روایت اومده است الله اعلم به درستش میگه حضرت امام اعظم ابو حنیفه باری همراه قوم نماز میخوند امام بدستی در هم مسجد کوفه یک مور رای بالای سقف اون مسجد در زمین میگاده مردم بعضیش میکیبه بعضی به غیرترش میگریزه حضرت امام بدست در پوش موزه همون رکعت یکم در سر مور یک شته میزنه رکوع میکنه سجده میکنه رکعت دیم در میخیزه میجخه سرش پوشن میگیره و بعد نماز میگه دیده یک فضیلتی با خوف نماز خوندن چیه اگر من اینجا پویلیش بشیده مجبور بودم نماز را ترک کنم جان شری نیده اینا ببینه برای همه همیشه پاپوشی اگر پاکیزه باشه با پاپوشی بهتر و خوبتر است حتی در حدیث اومده است والله علم در مسند امام اعظم ابو حنیفه و امیر خونده که میگه اذا جاء احدكم المسجد فليمسح خفيه قبل ان يدخل المسجد وقتی یک نفر در مسجد اومده پیش از او که داخل مسجد شد در خاک پاتون بشکه همین خاک خودش پاک کننده است آدم هر جا میره امکان داره هر چیز زیر کنه او به همون بزرگ مردم نماز میخوندن یعنی اشکال نداره کارگرو اگر مثلا در حالت کارشو باشه امکان عوض کردن لباس نباشه میتونن به همون برچوفکا داره خیدا پوش سپاگی داره فرق نداره سپوشکی داره بخونن نمازش میشه خب مسئله نماز قضایی قضا کردن نماز به عذر گناه کبیره است شخصی که به عذر نمازی را قضا کرد مرتکب گناه کبیره میشه برای فرضی از فرایض خدای تعالی را ترک کرده است به عذر خب نمازایی که ترک میشوند خوب به عذر باشه خوب به عذر باشه قضا در کله انسان واجب میشود از هر نماز جدا جدا ما و شما را میپرسند این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاه فردا روز قیامت به شک اول پرسش اول محاسبه که از بنده کرده میشود از عملهاش نماز است فإن صلحت فقط افلح و انجح و این فسدت فقط خواب و خسر اگر به شرطی که از امتحان نماز گذشت نجات یافت نه که اگر امتحان نماز که نگذشت وای به حالش خار و ذلیل میشود دوزخی میشود بعد در دوم میگه فإن انتقص من الصلاة شیء اگر از نماز چیز نقصان شد و خدای بزرگ میگفته است که انظروا هل عبدی من تطوع نگاه کنید بنده من نمازهای زیادی داره نمازهای نافله داره بگیری همون قضیه هم نقصانک را محکم کنید خوانده شدن نماز قضایی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است صراحتاً در صحیح بخاری در همون قصه شب تعریس قضا شدن نماز این همه فرض بامداد اومدگی بعدا حضرت میخوندش همون قوم ولی بعضیا دعوا میکنن که قضایی نخوند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یگان حجت دلیل در صورتی که خداوند در آیه صریح قرآن که نص شرعی است تأکید کرده است این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بیشک نماز برای مسلمانان را فرض وقتی است در روایات صحیحه که جبرئیل علیه السلام اومد پیغمبر را امامتی کرد اول و آخر نماز برای حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کردگی است نماز وقتش که گذشت فوت میشود نماز فوت میشه فوت کشید میشه باید قضایی بکنه که همچنین در جامع سنن امام ترمذی بر روایت از عبدالله ابن مسعود قصه فوت شدن 4 نماز در حرب خندق اومده پیشین
عصر شام خفتن در دمیدن صبح صادق بعد وقت پیدا کردن مسلمان ها. حضرت میگه امر کرد بلالا از آن گفت قامت گفت پیشینه خوندن، بعد یو قامت گفت عصر خوندن، بعد یو قامت گفت شام خوندن، قامت گفت خفتن خوندن، بعد یو بعد فرض بامداد خوند. آخه یک سوتکه گذشته است اون نماز وقتش بر وقت گذشتگی اون نماز دیگر نمازی وقتی نیست ای کو. برای این جای شک شبهه نداره. نماز وقتی قضایش خوندن بشود. خب وقتی که نماز قضایی را خوندی اوی همون گناه عظیمت ساقط میشود. آدم وقتی نماز قضا کرد به عذر وقتی نماز قضا کرد مرتکب یک گناه نه دو گناه میشود. مرتکب دو گناه میشود. یکمش فرض خدا را نخوند، دومش در وقت اداش نکرد. وقتی که قضا خوندی فرض عظیمت انمو گناه ساقط شد. همه که فرض خدا را نخوند بودی در کلت قرض بود قرض ادا کردی، اما گناه دیگه‌اش که او را گناه کبیره در وقتش ادا نکردی این فرض وقتیه که او در کلت نمیمونه. او را انمو توبت امکان داره که سبب کفارت شود، حج امکان داره که سبب کفارت شود، نمازت امکان داره که سبب کفارت شود. مثلا روزه ماه شریف رمضان کفارت او میشود. منو گم فهمیده استی قضایی را میخونی بو در برابر این باید توبه کنی که در وقتش به عذر نماز فوت کردم، مرتکب گناه شدم، در ساعت قبول پروردگار در حضورش نایستادم. این مسئله نماز قضایی است. آخه جوان مردای را من میدونم که هر یا نماز قضاییشون رو بیچاره قید کرد، یعنی دونه دونه همون را میخونن با ترس هراس دارن که فقط در پیش خدا چی میگفتم باشم. و تعجب میکنم همین کثافتایی که 15-20 سال نماز نخوند است با میگه که نماز قضایی نداره، خلاص دیگه از امام ساقط شد، هیچی ساقط شوی نداره. او فرض خدای در کلت قرض هیچ جا ساقط نمیشه، مرده اداش میکنی. ولی صاحب کتاب فیض الباری میگن که حج کفارت گناه ها است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. رجع عن ذنوبه کیوم ولدته امه. کسی که حج خدا را خانه خدا را میکنه بعد یو دست به فسق و فجور نمیزنه، از همین فسق و فجور دوری میکنه، این مثل شخص میشوه که مقصد که تمام گناهاش بخشیده شده است، نه وای مادر تولد شدگی. و همین را شرح میده، میگه که مقصد که در صورت مثل طفله که نوای مادر تولد شدگی میشوه که همون قضاییش ادا کرده باشه و توبه کرده است، بعدا وقتی که حج میکنه همه حج کفارت او در وقتش نخونده بوده کو انهو میشوه. ایتنه که او نماز پیست شوه به همین حج به همین خلاص نه، او حریتش مرده میخونه، او در کلت فرض ای. اما این که در وقتش نخوندی نمازه گناه های که ایران انمو حج میتونه کفارت شوه، روزه میتونه کفارت شوه، نمازهای 5 وقته میتونه کفارت شوه. ولی با سجده مقید نکرده باشی رکعت یکم، همین نیت کرده که شروع شد. بهتر است که قطعش کن پرتی بود دادم که وقتی قطع کردی در رکعت نماز در کلت واجب می شود. نماز نفل شروع کردی با مجرد شروع در کلت واجب شده، وقتی قطعش میکردی در رکعت نماز در کلت واجب می شود. نه که اگر به شرط یک رکعت کرده باشی علاقه، مثلا در رکعت دیمی دو تکه هم نماز در رکعت که در سر دو رکعت سلام بده از فتوای امام اقتدا کن، این خواندگی نفل شید ثوابش میگیری. دستی خب اگر به شرطی که اکثرش خونده باشی، مثلا تا علاقه رکعت سهیم خونده سجده دهی یا رکعت چهارم در قیامی، در این حالت ها نماز پرا بخون سنته بعد اقفای امام فرض نیاز کن. بله خب اگر خوندی اینا فرض کردیم نماز خط امام خوندی 4 رکعت سنت پیش 4 رکعت سنت قبل پیشینه خوندگی نیستی، اما را چه خیلی باید بخونی. در متن کتابای درسی ما اومده است که اول 4 تا میخونی بعد تا، نه که
дар ҳошияи китоб бо ҳамин маҳашиё худо раҳмату мағфират куна хеле саъй кардагиам омадааст аз ҷумла дар ҳамин ҳошияи шарҳалвиқоя Муҳаммад Абдулҳай Лакнавӣ як шарҳи бастааст ба ҳамин шарҳалвиқоя ана умдату риоя фи шарҳалвиқоя дар ҳамҷо овардааст мега беҳтар он аст ки аввал 2 раката бихонӣ ба 4 ҳам ривоятан ва ҳам дироятан. چرا روایتن؟ زیرا که از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه از مادرمون بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که 4 رکعت سنت پیش فرضش فوت میشید همون را بعد 2 رکعت میخوند. چرا دیرویتن عقلا به خاطر اون که این 2 رکعت سنت جوش بعد فرض است او را در جای خودش بخونی ای علاقه جوش سوقی چیدگی یا پیش فرض بود برای این بهتر است اول 2 رکعت بخونی و او 4